خب ما برای اینکه بخوایم اینو درش رو وا کنیم، من به نظرم چیزی که به ذهنم رسید اینو اینجوری برعکس بذارم، بعد از این گوشه ها ببینید اینجوری فکر کنم این میشه با این داس یه مقدار دورش رو باز کنم اینجوری و خدا کنه رنگ نریزه بیرون، یعنی زده زنگ نریزه بیرون. یه ذره سخته. خب حالا ما تلاشمون رو میکنیم بلند میشه اینجوری. یه ذره بچرخونمش اینجاشم با کنم. ابزار نداشته باشی همیشه میگن کار رو ابزار انجام میده، ولی خب الان باید یه پیشگوشتی بود اینجا یا یه چیز نوکتیز. البته خب داس هم همون کارو میکنه، ولی خب ابزارش بود بهتر بود. خب